سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیزم. به کانال پیچک خوش اومدید. من سارا پگاه هستم و امروز میخوایم زیست شناسی سال 12 رو با همدیگه شروع کنیم. از فصل 1 یعنی مولکول‌های اطلاعاتی شروع میکنیم و گفتار 1 که در مورد اسیدهای نوکلئیک هستش. بریم با همدیگه بیشتر راجع به این فصل صحبت کنیم. خب بچه‌ها، اگر توی کتاب خودتون آزمایش گریفیت رو خونده باشید میتونید متوجه بشید که اصلا استارت و جرقه‌ای که دانشمندا شروع کردن و بفهمن که اصلا اسید نوکلئیکی وجود داره یا ماده وراثتی وجود داره از تقریبا آزمایش گریفیت شروع شد و خب نتیجه گرفت که به غیر از کپسول که باعث مرگ موش‌ها میشد، یعنی فکر کرد که کپسول ممکنه باعث مرگ موش‌ها بشه، بعدش متوجه شد که نه، عامل دیگه ای هستش که باعث مرگ موش‌ها میشد و اون ماده وراثتی بود. البته اون موقع هنوز هیچ شناختی از ماده وراثتی نداشتن و دانشمندهای بعدی اومدن صحبت‌های گریفیت رو کامل کردن، اما میتونیم بگیم که استارتش از اون زمان یعنی از آزمایش گریفیت خورده شد. کلاً بچه‌ها تمام اعمال و تمام کارهایی که داخل سلول بدن انجام میشه توسط یک ماده ای این دستورالعمل‌ها به وجود میاد. یعنی یه ماده ای وجود داره داخل هسته سلول که دستور میده مثلا چه کاری انجام بشه الان داخل سلول و این ماده چیزی نیست به جز ماده وراثتی که همونطور که از اسمش مشخصه وراثتیه، یعنی به نسل‌های بعد منتقل میشه و تقسیم میشه و به نسل‌های بعد برخی از ویژگی‌ها و صفات رو منتقل میکنه. حالا این ماده وراثتی ما از اسیدهای نوکلئیک ساخته شده، یعنی میتونیم بگیم واحد سازندش اسیدهای نوکلئیکه. حالا همونطور که خودتون هم میدونید این ماده وراثتی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم مولکول دی ان ایه که در واقع عامل اصلی انتقال صفات وراثتی هستش و جایگاهش هم داخل هسته سلوله. البته خب توی باکتری ها متفاوته، اما در سلول های یوکاریوتی جایگاه دی ان ای داخل هسته هستش. در مورد حالا تاریخچه اینکه چجوری کشف شد نوکلئیک اسیدی و دی ان ای خودتون مطالعه داشته باشید داخل کتابتون. ما اینجا بیشتر میخوایم راجع به ساختار اسیدهای نوکلئیک با هم دیگه صحبت کنیم، یا حالا ساختار نوکلئیک اسید هیچ فرقی نداره. ببینید بچه‌ها، نوکلئیک اسیدها از 3 قسمت تشکیل شدند: یک باز آلی نیتروژن دار، قند 5 کربونه و یک گروه فسفات. در مورد هر کدوم از این 3 اجزا با هم دیگه صحبت میکنیم. باز آلی نیتروژن دار ما 5 نوع باز آلی نیتروژن دار داریم به نامهای آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین و یوراسیل. آدنین و گوانین جزو بازهای آلی پیریمیدینی هستن، اسمشون پیریمیدینیه و یک حلقه دارن و بهش هم میگن حلقه پیریمیدینی. و تیمین و سیتوزین جزو بازهای آلی هستش که از نوع پورینی هستش. البته یوراسیل هم جزو اونا هستش، یعنی جزو بازهای پورینی هستش. اما یه تفاوتی که اینها دارن اینه که یوراسیل بازی هستش که فقط توی RNA وجود داره و به جای اون توی DNA تیمین هستش. یعنی RNA تیمین نداره به جاش یوراسیل داره و DNA یوراسیل نداره به جاش تیمین داره. این بازها توی DNA با هم دیگه جفت میشن و توی این جفت شدن سیتوزین با گوانین جفت میشه و آدنین با تیمین جفت میشه که در موردش توی اسلایدهای بعدی بیشتر صحبت میکنیم. قسمت بعدی قند 5 کربن است که این قند 5 کربن سبز رنگی که اینجا میبینید ممکنه که 2 نوع باشه به نامهای ریبوز یا دئوکسی ریبوز باشه
که اگر قندمون دئوکسی ریبوز باشه توی ساختار DNA شرکت میکنه این قند، و اگر از نوع ریبوز باشه توی ساختار RNA شرکت میکنه. و حالا برای اینکه شما رمز بذارید و یادتون نره، ببینید دئوکسی ریبوز اولش D داره و توی ساختار DNA هستش، اما ریبوز اولش R داره و توی ساختار RNA شرکت میکنه. و یه تفاوتی که با هم دیگه دارن این دئوکسی ریبوز و ریبوز اینه که دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز داره. قسمت سوم اسیدهای نوکلئیک اینجا میبینید که گروه فسفات هستش. حالا اسید نوکلئیکی که توی ساختار DNA و RNA شرکت میکنه یه گروه فسفات داره، اما خب سایر اسیدهای نوکلئیک که حالا توی سلول آزاد هستن و بعضی از اعمال سلول رو انجام میدن ممکنه که 2 فسفاته و یا حد اکثر 3 فسفاته باشن. اما خب اون چیزی که توی ساختار DNA و RNA هستش و ما باهاش کار داریم از نوع 1 فسفات است. این شد ساختار کلی اسیدهای نوکلئیک که گفتیم از باز عالی نیتروژن دار تشکیل شده، از قند 5 کربونه تشکیل شده و از یک گروه فسفات. حالا باز عالی نیتروژن داری که اینجا استفاده شده میبینید 2 حلقه‌ای بچه‌ها. گفتیم 2 حلقه‌ای چیه؟ پورینه. اگر این فقط 1 حلقه داشت ما میگفتیم که باز عالیش از نوع پیریمیدینه. حالا این اسیدهای نوکلئیک به همدیگه متصل میشن و توی تصویر سمت راست میبینید به همدیگه متصل میشن و یک رشته‌ای رو به وجود میارن. اینجا رشته‌ای که برای شما آورده از نوع DNA هستش، به خاطر اینکه 2 رشته است. میبینید این 2 تا به همدیگه متصلن. اگه یه تک رشته بود میشد RNA، اما اینجا از نوع DNA هستش و من نکاتش رو بهتون میگم. ببینید بچه ها، گفتیم این ور شکل کلی اسید نوکلئیک، یا حالا میتونیم به طور حالا ساده تر بگیم یک نوکلئوتید هستش. خب این نوکلئوتید میاد مثلا اینجا قرار میگیره و از قسمت فسفاتش که سمت بالاشه به قند نوکلئوتید بالایی متصل میشه و یه پیوندی رو تشکیل میده که این پیوند یعنی بین فسفات پایینی و قند بالایی از نوع پیوند فسفودی استر هستش. نوعی پیوند شیمیایی هستش که اسمش فسفودی استره و بین گروه هیدروکسیل قند و فسفات به وجود میاد. الان دوباره ببینید توی نوکلئوتید بالایی این فسفات برای نوکلئوتید دوم هستش دیگه. فسفاتش دوباره اومده به گروه قند نوکلئوتید بالایی متصل شده و تمام این اتصال ها پیوندشون از نوع فسفودی استره. حالا گفتیم اگر DNA باشه باید یک رشته هم مقابلش متصل بشه. این نوکلئوتیدی که در مقابل متصل میشه، خب میبینید از این طرف هم باز فسفات گروه بالایی به قند پایینی متصل شده که همون پیوند فسفودی استری که گفتمه. اما این رشته باید یه جوری به رشته مقابلش هم اتصال داشته باشه. این اتصال از طریق بازهای عالی هستش، یعنی باز عالی رشته سمت چپ به باز عالی رشته سمت راست متصل شده و ما صحبت کردیم گفتیم که سیتوزین با گوانین همیشه جفت میشه، آدنین هم با تیمین جفت میشه. الان اینجا نگاه کنید چیزی که گفتیم و اینجا میتونید ببینید. نگاه کنید C یعنی سیتوزین مقابل G یعنی گوانین. دوباره اینجا T یعنی تیمین با A یعنی آدنین جفت شده. و بچه ها این پیوند هم از نوع پیوند هیدروژنیه. پیوندی که بین بازهای مقابل هم ایجاد میشه از نوع پیوند هیدروژنی هستش. و نکته بعدی اینه که بچه ها پیوندی که بین سیتوزین و گوانین ایجاد میشه یه پیوند قوی سه‌گانه هستش. ببینید 3 تا خط براتون کشیده، یعنی یه پیوند قوی سه‌گانه. اما بین آدنین و تیمین 2 تا خط شما میبینید، یعنی یه پیوندی که نسبت به اون سه‌گانه سست‌تره و دوگانه است و حالا ضعیف‌تر از پیوندی هستش که بین سیتوزین و گوانین
ایجاد شده. خب گفتیم که پیوند بین دو تا باز که باعث به وجود اومدن یه دو رشته DNA میشه از نوع پیوند هیدروژنیه و گفتیم هم که RNA فقط یه رشته است، یعنی این سمتو نداره. ببینید این بخشو نداره، فقط این بخشه. پس پیوند هیدروژنی داخل RNA وجود نداره، فقط پیوند فسفودی استر هستش که نوکلئوتیدها رو به هم دیگه از پایین به بالا متصل کرده. دیگه پیوند هیدروژنی که سمت چپ و به راست متصل میکنه ما توی RNA نداریم. خب این قسمت بالایی رو توجه کنید بچه ها، یه سر 5' میبینید، یه سر 3' میبینید. اگر از اون طرف صفحه به شکل نگاه بکنیم، خب این 5' اینجا میتونه بیاد به 3' اینجا متصل بشه از طریق این پیوندی که میبینید برای فسفات آزاد گذاشته، اینجا برای قند آزاد گذاشته. میتونن این دوتا به هم دیگه وصل شن، یه پیوند فسفودی استر تشکیل بدن و به هم دیگه متصل بشن. از طرفی سمت راست هم همینه، بالا 3' داریم، پایین 5' داریم. قند بالا میتونه به فسفات پایین متصل بشه. پس اگه این اتصال به وجود بیاد ما یه حلقه داریم، یعنی DNA ما از نوع حلقویه. DNA که در باکتری ها وجود داره و DNA که در میتوکندری سلول های ما وجود داره از نوع حلقوی هستش، یعنی بین این دو سری که گفتم اتصال برقراره. اما داخل سلول های یوکاریوتی و حالا سلول هایی که بدن ما داره، سلول های عادی بدن ما از نوع خطی هستش، یعنی این حلقوی نیستش، حلقوی نشده. این دو بخش، این دو سر آزاد هستش. خب اینجا بیشتر راجع به بازهای آلی صحبت میکنیم. شکل DNA و RNA که من براتون توی اسلاید قبلی گفتم و اینجا میتونید ببینید. اینجا DNA رو داریم که پیوند هیدروژنی بازها رو میبینید انجام شده. ببینید قرمزار براتون تیمین رو کشیده و سیتوزین رو آبی براتون کشیده، آدنین رو زرد کشیده و گوانین رو سبز کشیده. تفاوت‌های RNA و DNA رو بخوایم بگیم، یکیش که خیلی واضحه اینه که DNA دو رشته‌ایه و RNA تک رشته‌ایه. DNA پیوند هیدروژنی داره، RNA پیوند هیدروژنی نداره. DNA قندی که در نوکلئوتیدهاش استفاده شده از نوع دئوکسی ریبوزه، اما توی RNA از نوع ریبوزه که گفتیم دئوکسی ریبوز یه اکسیژن کمتر از ریبوز داره. باز عالی تیمین فقط در DNA وجود داره، توی RNA وجود نداره و به جای تیمین توی RNA ما یوراسیل رو داریم. این میتونه از تفاوت‌های DNA و RNA باشه. حالا باز هم اینها با هم دیگه تفاوت دارن برای جایگاهشون توی سلول، کارهایی که انجام میدن، وظایفشون، عملکردشون، تمام اینا تفاوت‌هایی دارن که انشاءالله در آینده همشو میخونید. خب نکته دیگه که باید توی این اسلاید راجبش صحبت کنیم در مورد دانشمندی به نام چارگافه که اومد یه سری قوانینی رو برای ما گفت. ایشون اومد گفتش که خب آدنین همیشه با تیمین جفت میشه دیگه و سیتوزین هم همیشه با گوانین. پس اومد از این قضیه نتیجه گرفت که تعداد آدنین ها همیشه مساویه با تیمین هاست و تعداد سیتوزین ها همیشه با گوانین ها برابره، چون که این دوتا با هم دیگه جفت میشن دیگه. پس هر چقدر تعداد آدنین باشه روبروش هم باید همون مقدار تیمین باشه که با هم دیگه جورشن. در مورد DNA البته اینها، در مورد RNA نیست. و خب گفتیم که سیتوزین هم با گوانین برابره، یعنی که خب سیتوزین اینور هر تعدادی باشه روبروش باید گوانین قرار بگیره که باهاش جفت بشه، پس تعدادش باید با هم دیگه برابر باشن. و اگر ما اینو به صورت ریاضی بنویسیم، یعنی C مساوی G و A مساوی T، میتونیم یه نتیجه دیگه ای بگیریم، این که تعداد آدنین به اضافه سیتوزین برابر هستش با تعداد تیمین به اضافه گوانین. توی حل مسئله بسیار بهتون کمک میکنه. باز دوباره از این فرمول هم میتونیم یه نتیجه دیگه بگیریم، اینکه آدنین به اضافه سیتوزین به اضافه تیمین به اضافه گوانین همش با هم دیگه میتونه مساوی 1 باشه. توی حل مسئله بسیار کمک میکنه این قضیه.
به این قوانین اومدن اسم دانشمند و محققش رو گذاشتن روی این قوانین و به نام قوانین چارگاف معروف هستش. خب بریم بچه ها در مورد مدل واتسون و کریک صحبت کنیم که مدلی هستش که امروزه برای DNA شناخته شده و الان هم از همین مدل، یعنی مدل مولکولی یا حالا مدلی که به اسم دانشمنداش گفته میشه که مدل واتسون و کریک هستش. توی این مدل بچه ها گفتن که اومدن با پرتو X تونستن که DNA رو نگاه بکنن و فهمیدن که بیش از یک رشته است، یعنی 2 رشته است DNA و به صورت مارپیچ این 2 تا رشته در همدیگه تنیده شدن و تونستن بازهای مکمل رو شناسایی بکنن و همین که گفتیم یعنی آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین جفت هست رو تونستن با اشعه X نگاه کنن و یعنی در واقع ثابت شد این قانون. و اینکه گفتن که اگر مثلا توی یک رشته ترتیبی داشته باشیم که مثلا A, T, G, C باشه، این مثال توی کتابتون زده، منظورش اینه که آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین در یک رشته باشن، توی رشته مقابلش که باید رشته مکملش باشه این ترتیب باید تیمین، آدنین، سیتوزین، گوانین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آدنین با تیمین جفت میشه، یعنی حروف اول این 2 تا، تیمین با آدنین دوباره جفت میشه، گوانین با سیتوزین و سیتوزین با گوانین با همدیگه جفت میشن. و گفتیم که پیوند این 2 هم از نوع پیوند هیدروژنی هستش. به این مدل میگن مدلی که همین مارپیچی که میبینید و معروفه و امروز هم ازش استفاده میشه، مدل واتسون و کریک هستش. در مورد RNA و انواع اون میخوایم صحبت کنیم بچه ها. RNA ویژگی هاشو توی اسلاید قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، اینکه چه تفاوت هایی با DNA داره. حالا خود RNA انواع مختلفی داره که mRNA، rRNA و tRNA انواعش هستش. اینجا هم شکل کلی RNA رو براتون گذاشتم، جور که میبینید تک رشته‌ایه و این بازها دیگه باز مکملی روبروش نیست و بازها تنها هستن، هیچ پیوند هیدروژنی رو تشکیل ندادن. بریم از mRNA شروع کنیم که بهش RNA پیک هم میگن. mRNA در واقع RNA هستش که اطلاعات وراثتی رو از DNA به رناتن ها میبره. رناتن در واقع یک اندامکی هستش که اسم دیگهش ریبوزومه و ما از اسم ریبوزومش استفاده میکنیم توی جلساتمون و جایگاهی هستش که داخلش پروتئین سازی انجام میشه. نوع دیگه RNA به نام rRNA شناخته میشه یا RNA ریبوزومی یا همونجور که کتابتون گفته RNA رناتنی هستش که توی ساختار ریبوزوم ها شرکت کرده این نوع RNA. نوع دیگه RNA tRNA هستش که این نوع RNA در واقع توی پروتئین سازی مورد استفاده قرار میگیره. با انواع RNA بیشتر به صورت مفصل توی فصلهای دیگه آشنا میشیم. توی این اسلاید میخوایم با هم دیگه راجع به ژن صحبت کنیم. همونطور که توی تصویر میبینید ژن قسمتی از DNA هستش، مثلا چندین هزار نوکلئوتید پشت سر هم قرار گرفتن و یک ژنی رو به وجود آوردن. مثلا ژنی که مربوط به رنگ پوست یه قسمتی از DNA هست، ژنی که مربوط به عملکردهای سلول هست یه قسمتی از DNA هست و این بخش ها میتونن خاموش و روشن بشن. مثلا یک ژن وقتی که روشنه یه ژن دیگه خاموش باشه، مثلا یه ژن کاری رو انجام بده و یه ژن یه کاری رو انجام نده. باز دوباره راجع به این قسمت هم توی بخش های دیگه بهتر با هم دیگه آشنا میشیم. اما یه چیز کلی که اینجا باید بدونیم اینه که الان شما اینجا سلول رو میبینید که داخل سلول کروموزوم ها رو داریم. حالا این کروموزوم از یه سری DNA تشکیل شده که این DNA در هم دیگه تنیده شده و کروموزوم رو ایجاد کرده و حالا ژن هم قسمتی از DNA. این چند تا مورد رو با هم دیگه قاطی نکنید.
توی این اسلاید میخوایم با هم دیگه راجع به یه نوکلئوتید خیلی مهم که ATP هستش صحبت کنیم. ما نوکلئوتیدهای آزادی هم داریم که توی یه سری از فعالیت‌های سلول نقش دارن، مثلا انرژی برای ما آزاد میکنن. نمونش ATP که سوخت بارز سلول هستش و انرژی خیلی زیادی رو آزاد میکنه. حالا این ATP از یک باز عالی به نام آدنین تشکیل شده و یک قند 5 کربونه ریبوز تشکیل شده و 3 تا هم فسفات داره. هر کدوم این فسفات ها اگر جدا بشن یه انرژی بسیار زیادی رو آزاد میکنه. حالا فسفات اول جدا بشه یه انرژی، فسفات دوم جدا شه دوباره یه انرژی، فسفات سوم هم جدا بشه باز دوباره یه نوع انرژی رو میتونه آزاد بکنه. حالا به جز آدنین میتونن بازهای دیگه‌ای هم اینجا داشته باشیم که اگر مثلا گوانین باشه اسم نوکلئوتیدمون میشه GTP. اگر مثلا تیمین باشه اسم نوکلئوتیدمون میشه TTP و اگر سیتوزین باشه اسم نوکلئوتیدمون میشه CTP. باز دوباره راجع به این نوع نوکلئوتیدها هم توی فصلهای بعدی بهتر آشنا میشیم. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. بحث امروزمون تموم شد. خدا نگهدار.